سلام. بذار هوا خیلی آفتابی نیست، عینکمو در بیارم. سلام. چطور متورایین؟ بکنم یه 9 ماهی شده که ویدیویی درست نکردم و قرار بود کلی ویدیو درست کنم. قراره که برم و موهامو رنگ کنم. منم بعد 25 سال بالاخره تصمیم گرفتم که امروز موهامو رنگ کنم و اینکه یه رنگ فانتزی بکنم. رنگ بنفش. حالا بریم که سمت آرایشگاه، خیلی هم دیر شده. اولش نظرم بود که آبی بکنم، ولی بعد تصمیم گرفتم که بهترین رنگ همون رنگی که میخوام، چون گفتم آبی بکنم تا خیلی تیغ نباشه و شاید اونقدر بهم نیاد. گفتم یه بار قراره موامو، یعنی اولین بار خیلی خوب میشه رنگ مو روی مو، خاطرم گفتم بنفش بکنم، قشنگ همون چیزی که دلم میخواد. و احتمال داره بعدش تصمیم بگیرم که موهام رو کوتاه بکنم، چون خواستم موهام کوتاه بکنم، تصمیم داشتم که این کار رو انجام بدم، ولی گفتم اولش برم و موهام رو رنگ بکنم، بعدش حالا اگه موهام خراب شد یا چیزی برم همون پسرونه که دوست داشتم، یعنی مدل خیلی کوتاه، برم اون کار رو انجام بدم. امیدوارم که خوب بشه. واقعا هیچ سررشته‌ای در این کارها ندارم. خاطرم گفتم که یعنی سالانه یکی از دوستامه و خب اون قراره کمکم بکنه و کسی که رنگ کارشم، کارش خیلی خوبه و حرفه‌ایه. حالا بریم اونجا ببینیم که دقیقا میخوایم چی کار بکنیم. میبینمتون. واقعیتش این چند وقت خیلی دوست داشتم ویدیو بگیرم، ولی حس و حالش اصلا نبود. به خاطر اتفاق این چند وقتم فکر میکنم اصلا درست نبود که ویدیویی بخوایم درست کنیم و اینجور چیزا. خیلی ویدیو در نظرم بود که درست بکنیم، ولی خب نشد دیگه. ولی الان من دیگه اومدم یه عالمه ویدیو قرار درست بکنم. امیدوارم که دوست داشته باشین، نگاه بکنین، سیو بکنین، شیر بکنین، سابسکرایب بکنین. و یه چیزی برای خودم خیلی عجیب بود، این که فکر کنم تقریبا 9 ماه هستش که من هیچ ویدیویی آپلود نکردم توی یوتیوب و اینکه واقعا انتظار نداشتم که حتی فکر کنم 16 تا سابسکرایب داشته باشم و اینکه ویدیوی اول 1000 تا ویو بخوره. برام خیلی عجیب بود و خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که این ویدیو از ویدیو قبلی بیشتر ویو بخوره، کلی سابسکرایب بگیرم و پر انرژی ویدیوهای بعدی رو درست بکنم براتون. بله، ولی واقعا تمرکز ندارم پشت ماشین، فیلمم بخواد. نمیدونم چرا، با اینکه به دوربین نگاه نمی‌کنم ولی تمرکز ندارم. امیدوارم صدا قشنگ بیاد. من همینجوری گذاشتم شروع کردم.
عجیب ترافیکه ها، ولی من فکر میکنم ترافیک نمیدونم، فکر میکنم به خاطر عیده، ولی کلا خیلی شلوغ شده این چند وقت همه جا. خیلی دیرم شده. چند تا ویدیو میخواستم براتون درست کنم. یکیش برای یعنی ویدیوی کاهش وزنم بود که یه مدت بسیار چاق شده بودم به خاطر اینکه درگیر بودم، مثلا درست ورزش نمی‌کردم، رژیمم رعایت نمی‌کردم. الان دوباره یه ذره وزنم اضافه شده، خب این رونده داره طی میشه. و ویدیوی این بود که حتی من ویدیوهاشو گرفتم و دارم میگیرم. و یه دونه ویدیوی بذارین نگم اسپویل میشه، خیلی ویدیو جالبیه. جای پارک. بریم که رفتیم. اولین بار موتورم می‌کنم. آره. زود داریم. رنگی قلبه بشه. امیدوارم فقط بیاد. قراره که خیلی هیجان انگیز بشه مواد. عید بریم که بهتره. میخواستم عید نشه، همه میگم آره عید رفته رنگ کرد. باشه بریم که یاسی بشه. چتریات چی میخوای یه دست بلون؟ یه دست بشه. ولی خب مثلا ریشه چتری و اینا کنیم چیره باشه. آره. ولی خب من خودم اول دوست داشتم کامل یه دست بشه اون بنات، ولی همه گفتن که موهات خراب میشه. ببین نه خراب که حالا چه یه ذره چه دو ذره، تو موهات قراره دکولور بشه و اون دکولور اگر اصولی باشه تو کلشو بخوای انجام بدی موهات سلامت داره، چطور بخوای نصفشو انجام بدی موهات سلامت داره. اصلا بحث سلامتش نیست، بحث اینه که چی مدتره چی شیک‌تره. می‌دونی چی میگم؟ وگرنه که الان برایش فرق می‌کنه. مثلا موهاتون دکولور کامل بخوام بکنم یا مثلا چیز کنم بعد تو چتریات خیلی از عقب کوتاهه. قبلا از جلو بود، من خودم بردم کردم بخاطر اینکه هرچی از جلوتر میاد خالی تره، از عقب که میاد پرتره. مثلا اینقدر تو به عنوان چتری میگیریم که اونم همه رو پوش میدن که خیلی فیل بشه. اونجاییم به مزه شده. میدونم موهات به این صورت مستقیم داره، من دارم باش خوشتی میدونم. خبرم همیشه کوتاه بوده، یعنی یا پسرونه بوده. ببین کار باید سخت‌تره وقتی که کوتاه باشه و این همه لخت. من خیلی مشتری اینطوری داشتم همیشه. بدتره چون نه تنها تو دست نمیاد بلکه به سختی هم که تو دست میاد سر میخوره. چی میگم؟ یعنی اولش که اومدم اونقدر متوجهم و ذوق نشنه که داره میره بالا هی ساختم ببینم چه شکل. ایشالله که همون میشه. 2 hours later